میکنیم به همه دوستای عزیز. ما دخترای گیلان دوشنبه دیگه الوعده وفا اومدیم و دوباره مهمون خونه‌هاتون شدیم با آخرین لایو سال 2024. اومدیم که براتون آرزوی سلامتی و شادی کنیم. حالا بچه‌ها شروع می‌کنن به صحبت کردن و به قول معروف همه با هم دیگه سال 2024 رو دفترش رو به خوشی ببندیم و سال 2025 رو با انرژی بیشتر و قدم های مثبت و انرژی مثبت به امید خدا بازش کنیم. بچه ها استیج برای شماست، بفرمایید دیگه. فرناز جان، آنی جان. مرسی. آنی جون میخوای شما اول بری یا من؟ فرقی نمیکنه. برو. منم سلام میگم به همه دوستای خوبمون، چه الان ما رو نگاه میکنن چه بعدن. سلام به سمانه جان و فرناز جان. همونطور که سمانه جان گفت که ببخشید من یه ذره حالم 25 رو بهتون تبریک بگیم و بهترین آرزوها رو براتون بکنیم. امیدواریم که هر جا که هستین، هر جای دنیا، همه در صلح و آرامش باشن، به خصوص فارسی زبانای عزیز در هر جای دنیا که هستن و امیدوارم که بهترین سال براتون باشه. ممنون. فرناز جون. منم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که اینجا با ما هستن، چه بازپخش اینو میبینن. سلام خدمت سمانه جون، آنی جون. منم میخوام بگم که امسال امیدوارم که سال خیلی خوبی داشتید با موفقیت های خوب و همین که با یک نیروی خیلی قوی سال 2025 رو شروع بکنین و این که بتونین هدف گذاری های خوب بکنین برای سال 2025 که بتونین اون خواسته ها و آرزوهایی که دارین و هرچی زودتر بهش برسین و امیدوارم بهترین سال براتون باشه. بسیارم عالی. بچه‌ها یه سوالی براشون داشتم بهشونم نگفتم اصلا بچه ها خواستم بگم که هر کدومتون به نوبت. ما میدونیم که خب سالی که گذشت بالا و پایینای خودش رو داشته و هر کس به نوبه خودش یک دستاوردی داشته، یه چیزی که ازش بین تمام دستاوردهایی که داشته براش مهمتر بوده و بازتر بوده. یکی از دستاوردهایی رو که در سال 2024 که براتون خیلی مهم بوده بگین و یک هدفی. میدونیم ما هدفهای مختلف و هدفهای زیادی داریم، ولی یکی از هدفهایی رو که دارین الان اینجا بگین و که ما ببینیم که سال دیگه وقتی برمیگردیم به کجا رسیدیم. آنی جان اول شما. باشه بدونه اوکی. آره. واقعیتش یکی از دستاوردهای خوبی که برای من امسال داشت پیشرفت توی کارم بود، توی همین بیزنسم بود و خودم اصلا فکر نمی کردم که اینقدر علاقه من باشم به بیزنس و اصلا هیچ وقت در خودم نمی دیدم که واقعا من بتونم یه بیزنس داشته باشم، اونم یه بیزنس آنلاین و خیلی راههای خوبی برای من باز شد و مهمتر از همه تونستم که یه کاری بکنم که شاید سمانه جان و فرما جانم نمیدونن. کلاس های بیزنس کوچ رو شرکت کردم و یعنی یه بزرگترین دستاورد برای من بود که تونستم شروعش کنم. میترسیدم ولی شروعش کردم و حس میکنم که چقدر بهش علاقه مندم و چقدر دوستش دارم و همش با خودم میگم ای کاش این استعدادم رو زودتر پیدا میکردم و به قول یکی از دوستان میگفت که آنی هنوزم دیر نشده و خیلی از این بابت خوشحالم. البته میخواستم فارغ التحصیل بشم بعد بگم ولی دیگه الان سمانه جان گفتم مجبور شدم بگم و مطمئنم که سال دیگه این موقع به اون چیزی که میخوام میرسم. بسیار هم عالی. خیلی خیلی هم هم تبریک. خیلی هم همزمان تبریک. گفتیم. غافلگیرم کردی دیگه نمیتونستم دروغ ولی بگم. چقدر خوب به خیلی روزمون رو عالی. ساختی. خیلی ببخشید خوشحال شبمون شدیم. رو ساختی. مرسی. آره آره.
منم بالا دقیقا همون مثل آنی جان و مثل شما سمانه جون، واقعا چیزی که برای خود منم که اصلا باورش رو نمی کردم شروع این بیزینس بود و واقعا فکر نمی کردم که من روزی بخوام بیزینس خودم رو داشته باشم. البته تو ایران داشتم ولی اصلا فکر نمی کردم کار آنلاین بتونم اصلا از عهدهش بر بیام، چون اصلا اون تیپ آدمی نبودم. من خیلی آدم خجالتی بودم، فکر نمی کردم یه روزی بیام جلوی دوربین بخوام صحبت بکنم و احساس می کنم این بیزینس اصلا یک تحولات درونی در من ایجاد کرد. حالا به غیر از قسمت مالیش و موفقیت هاش، خیلی علاوه پرسونالیتی در من تاثیر خیلی خوبی داشت. احساس میکنم حالم خیلی بهتره و واقعا خوشحالم از اینکه این بیزینس رو شروع کردم و این برای من خیلی خیلی از همه چیز برام مهمتره. هرچند که خب من تو اون کارم هم موفقم، اونجا هم دارم به مراتب خیلی بالا میرسم توی کار دندون پزشکیم، ولی از همه مهمتر عاشق این کارم هستم. خدا رو شکر میکنم. خدا رو شکر. خدا رو شکر. سمانه یادت جان شما نره چی؟ قسمت دوم سوالشو نگفت آخه 2025 رو چی بکنیم جقلان؟ من که اینم باید گفتم بدونیم. که تو گفتی گفتم فرناز فرناز جان نگفته. بگو. خب 2025 هم 100% میخوام روی این بیزینسم بیشتر کار کنم، فوکسم رو میخوام بیشتر بذارم و مطمئنم که موفق میشم، چون یه کاری هستش که با عشق انجام میدم و خودتون میدونین کاری که با عشق و علاقه باشه. خب من کارهای زیادی کردم هم تو ایران هم زمانی که اومدم اینجا، ولی این شاید همه دیگه دوستان بدونن اینقدر که گفتم این تنها کاریه که واقعا با عشق و علاقه انجام میدم. اصلا فکر نمی کردم که من بتونم یه همچین کاری بکنم و الان که اینو شروع کردم واقعا خوشحالم. 100% تو این کار خیلی موفق تر میشم. خیلی عمالی. حالا نوبت خودمه. سال 2024 خیلی سال مهم برای من بوده، به خاطر اینکه اولا همطور که دوستان میدونید خب من خیلی مریض بودم و بهبودی حاصل کردم و برگشتم سر کار اولم بعد از 2 سال. سلامتم رو به دست آوردم، بیزینس هم رشد کرد، مال هر ستامون رشد کرد، ما هر ستامون رنکاب کردیم که خب این خیلی مهم بوده برامون. دوستای عزیزم رو پیدا کردم از سراسر دنیا، 2 تا خواهر دارم الان اینجا و خب اینا خیلی برای من مهم بود و همینی که میگم سلامتم بهتر شد به برکت بیزینس بود، چون اولا محصولاتش عالی بود و رو من خیلی تاثیر مثبت گذاشت. بعد اینکه حال دلم خوب شد، وقتی حال دلت خوب بشه اصلا در کل بدنت هم راحت تر بهبودی حاصل میکنه. ولی از همه اینا مهمتر این بوده که من بعد از 6 سال و نیم رفتم خانواده‌مو دیدم و این برای من این سال رو بسیار بسیار اسپشیال تر و عزیزتر میکنه برای من نسبت به سالهای دیگه. و برای سال 2025 من میخوام سال دیگه این موقع جای بسیار بالاتری باشم و مسلما هدفم اینه که رو بیزنسم کار بکنم، به منتیام بیشتر برسم، تیمم رو گسترش بدم و بتونم که نه تنها در بیزینس ولی حتی از نظر شخصیتی هم بتونم که به پیشرفت‌های بالاتری برسم. این برای سال 2025 من به این صورت بوده. دوستای عزیزی که دارید ما رو نگاه میکنید، مهم نیستش که این تغییری که داریم به وجود میاریم چقدر بزرگ باشه. هر تغییر کوچیکی میتونه مهم باشه، ولی ما باید به خودمون برای همون قدم‌های کوچیک هم آفرین بگیم و ارزش بذاریم روش تا بتونیم که این قدم‌ها رو بزرگتر و بزرگتر بکنیم و بخوایم که هر سالمون از سال قبل خودمون بهتر باشه. این نکته مهمه. من دیگه پرحرفی نمی کنم. دوستای عزیز اگه دوست دارید که سال 2024 رو چجوری ببندید که دیگه وقت عزیزان رو بیشتر از این نگیرید. من فقط میتونم بگم که بهترین ها رو براتون آرزو میکنم از صمیم قلبم. منم همینطور. ایشالله که سال بسیار خوبی داشته باشن و این سال رو به خوبی تمام کرده باشن
و سال جدید با موفقیت‌های خیلی زیاد براشون آرزو دارم. ممنون. دوستای عزیز، اگه کنجکاو هستید که ما چه کار میکنیم میتونید بیاین. ما توی قسمت بایو وبسایتمون هست، یا اینکه از هر صفحه‌ای که دارین نگاه میکنید میتونید مستقیما به ما پیام بدید که ما بتونیم براتون بیشتر توضیح بدیم و لینک وبینار رایگان رو براتون بفرستیم. امیدوارم که هر جای دنیا که هستید شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار. Happy New Year. Happy New Year.